ساعت 3 صبح دوباره همون اتفاق افتاد نه؟ داری توی این استا چرخ میزنی که یهو یه ویدیو انگیزشی میبینی. یه آدم خفن با صدای بم و آهنگ حماسی بهت میگه پاشو، تو برای برنده شدن به دنیا آمدی. تنبلی را بذار کنار. یهو یه موجی از انرژی توی بدنت حس میکنی. با خودت میگی تموم شد. من از فردا یه آدم دیگه. 5 صبح بیدارم، ورزش میکنم، کتاب میخونم و دنیا را فتح میکنم. اما واقعیت چیه؟ ساعت 5 صبح اون آدم پرانگیزه دیشب انگار اصلا وجود نداشته. مغزت بهت التماس میکنه فقط 5 دقیقه دیگه بخواب. هیچ اتفاقی نمیفته. و اون 5 دقیقه میشه 2 ساعت. و بعد بیداری همراه با عذاب وجدان و سردرد. بچه‌ها بیاید یک بار برای همیشه با هم رو راست باشیم. دیسیپلین یا نظم شخصی اون چیزی نیست که توی ویدیوهای انگیزشی میبینی. دیسیپلین یعنی توانایی انجام کاری که باید انجام بدی. دقیقاً همون لحظه‌ای که اصلاً حس و حالش را نداری. توی این ویدیو قرار نیست بهت بگم فقط اراده کن. میخوام یادت بدم چطور مغزت را مثل یه سیستم بانکی یا یه بازی لول آپ کنی تا کارهای سخت براش نه تنها ممکن بلکه جذاب بشه. پس تا آخر این ویدیو با من باش چون میخوام نقشه فرار از این زندان تنبلی را بهت بدم. بخش اول، چرا مغز ما از دیسیپلین متنفره؟ تا حالا فکر کردی چرا 3 ساعت اسکرول کردن تو اینستاگرام مثل برق و باد میگذره؟ اما 15 دقیقه مطالعه کتاب انگار یک قرن طول میکشه. جواب تلخه. دنیای مدرن مغز ما رو لوس و شرطی بار آورده. مغز انسان برای بقا طراحی شده، نه برای موفقیت. بقا یعنی چی؟ یعنی ذخیره انرژی و دوری از هر نوع سختی. در گذشته اگر غذا می‌خواستی باید می‌جنگیدی. اما الان چی؟ گرسنته؟ با گوشی سفارش میدی. حوصلت سر رفته؟ اینستا بی‌نهایت پاداش تصویری بهت میده. مغز ما یاد گرفته پاداش رو بدون تلاش به دست بیاره. وقتی همه چی با یک کلیک در دسترسه، مغز تو هر نوع کار سختی رو به عنوان یه تهدید یا رنج غیر ضروری میبینه. ما به جای اینکه با سختی‌ها بجنگیم، به سمت راحتی‌های ارزان فرار می‌کنیم. اما خبر بعد این که با هر بار فرار، عضله اراده تو ضعیف‌تر و ضعیف‌تر میشه. بخش دوم، قانون پس‌انداز قدرت. خیلی‌ها فکر می‌کنن دیسیپلین یه چیزیه که یا باهاش به دنیا میای یا کلاً نداریش. اما حقیقت اینه که دیسیپلین دقیقاً مثل یه حساب بانکی میمونه که موجودی اولیش برای همه ما صفره. تو این حساب تو پول پس انداز نمی کنی. تو داری اعتبار و قدرت جمع می کنی. حالا چطوری؟ با هر بار پیروزی تو جنگ های کوچک درونی. بذار یه مثال بزنم که همه تجربه کردیم. تصور کن همین الان روی مبل نشستی و میدونی که باید بلند شی و ظرفای توی ظرفشویی رو بشوری. یا اون گزارش کاری را که هیچ وقت ننوشتی شروع کنی به نوشتن. یا فقط 5 صفحه کتاب بخونی. همون لحظه یه صدایی تو سرت میگه ولش کن بابا، حالا یکم دیگه استراحت کن، از فردا جدی شروع میکنی. اون لحظه دقیقاً لحظه واریز یا برداشت از حساب دیسیپلین توه. اگه تسلیم اون صدا بشی و بشینی، در واقع از حسابت برداشت کردی و ارادت ضعیف‌تر شده. اما اگر برخلاف میلت فقط 5 ثانیه به خودت فرصت بدی و بلند شی، انگار داری یه سکه طلا میندازی تو قلک شخصیتت. دیسیپلین یعنی همین، جمع کردن امتیازهای ریز و درشت. توی بازی‌های کامپیوتری تو با انجام کارهای ساده لول اپ میشی تا زورت زیاد بشه و بتونی با غول مرحله آخر بجنگی. توی زندگی واقعی هم اون ظرف شستن، اون 5 دقیقه ورزش یا نیم ساعت زودتر بیدار شدن، همون امتیازهای حیاتی هستن که لول تو را بالا میبرن.